الرحمن الرحیم. اطلاعیه سفارت برزیل در رابطه با ویزای بشردوستانه این کشور. طبق اطلاعیه سفارت برزیل در تهران، ثبت نام ویزای بشردوستانه برزیل در ایران در سال 1403 آغاز خواهد شد. تاریخ دقیق آغاز ثبت نام تا هنوز مشخص نشده است، اما انتظار می رود که در نیمه اول سال 1403 آغاز شود. در سال 1402 ثبت نام ویزای بشردوستانه برزیل در ایران در دو مرحله انجام شد. مرحله اول در تاریخ 17 فروردین ماه 1402 آغاز شد و تا تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1402 ادامه داشت. مرحله دوم در تاریخ 17 شهریور ماه 1402 آغاز شد و تا تاریخ 17 مهر ماه 1402 ادامه داشت. در سال 1403 انتظار می رود که ثبت نام ویزای بشردوستانه برزیل در ایران به صورت مداوم انجام شود و نیازی به باز و بسته شدن دوباره نباشد. برای ثبت نام ویزای بشردوستانه برزیل در ایران، متقاضیان باید مدارک زیر را به سفارت برزیل در تهران ارائه دهند: گذرنامه معتبر یا پاسپورت، عکس با بک‌گراند سفید، فرم درخواست ویزا، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی عدم ارتکاب به جرم، گواهی سلامت یا گواهی پزشکی، نامه از یک فرد یا سازمان حامی در برزیل که نامه از یک فرد یا سازمان در برزیل ای اختیاری است. در صورتی که داشته باشین میتونین یک نامه هم بگیرین. ویزای بشردوستانه برزیل برای مدت 1 سال صادر می شود و این ویزا قابل تمدید است. دوستان نازنین، این بود اطلاعات موثق در مورد ویزای بشردوستانه کشور برزیل که فعلا خیالتان جمع باشه. تا سال 1403 این روند آغاز پیدا نمیکنه و این در نیمه سال 1403 احتمال می رود که آغاز شود. و بود از معلومات دقیق در مورد ویزای بشردوستانه برزیل. دوستان تا اون موقع میتونین اسناد و مدارک معتبر جمع آوری بکنین. اسنادتان آماده باشه که در اون موقع باید این اسناد شما به سفارت برزیل، کسایی که میخواین درخواست ویزا بدن، این اسناد باید با خود داشته باشد. این بود از معلومات. تا ویدیوی بعدی شما رو والله متعال میسپارم. خداحافظ و ناصر.